اعلان اضطراری. هشدار شماره 47 از منطقه مدرسه. توجه همه دانش آموزا، معلم‌ها و والدین. یه پیام فوری از هیئت مدیره مدرسه داریم. تا ساعت 8:45 صبح امروز چند تا کلاس گزارش دادن که معلم‌ها رفتارهای خیلی عجیب و غریبی دارن. اگه معلمتون تو کلاس بیش از 72 ساعت پشت سر هم چشمک نزده، نزدیکش نشین. بهش مستقیم نگاه نکنید و مهمتر از همه بهش نگید چشمک بزنه. نشونه‌های اولش خیلی ریزه. مثلا یه معلم ریاضی یه ثانیه بیشتر از حد معمول به تخته نگاه میکنه، یا یه استاد تاریخ که حتی وقتی گرد و خاک گچ همه جا رو گرفته پلک نمیزنه. روز دوم چشماشون یه براقیت عجیبی پیدا میکنه، مثل شیشه خیس. روز سوم متوجه میشید لباشون کمی حرکت میکنه و وقتی هیچ کس نگاه نمیکنه همون جمله تکراری رو زمزمه میکنن، اونقدر آروم که نمیتونین بشنوین. این خستگی نیست، بیماری هم نیست. اونا مریض نیستن، جایگزین شدن. معلمای واقعی هنوز تو ساختمون هستن. ما اونا رو تو موتورخونه، کمد نظافتچی و حتی بین تشک‌های سالن پیدا کردیم. پلکاشون با جراحی برداشته شده بود و دهانشون با چیزی که شبیه موی آدم بود دوخته شده بود. اگه فکر میکنید معلمتون گرفتار شده، دقیقاً این کارا رو انجام بدین. اول یه یادداشت مخفی به مدیر نزدیکترین دفتر برسونید، ولی روی کاغذ خطار ننویسین. اونا به شیارهای کاغذ حساسن. دوم، اگه معلم شروع کرد روی تخته با خوشنویسی کامل نوشتن، فوراً نگاهتون رو برگردونین. این چیزی نیست که بشه خوند. فارسی هم نیست. سوم و مهمترین، اگه بازتاب معلمتون رو تو آینه یا پنجره دیدید در حالی که بدن اصلیش به سمت دیگه است، چشما رو ببندین و تا 7 بشمارین. چیزی که جای بدنش رو گرفته فقط میتونه نگاه کنه، نمیتونه بفهمه. هیئت مدیره چیزی بهتون نگفته. این ماجرا از سال 1987 شروع شده. اولین معلم بی پلک هرگز پیدا نشد، چون هیچ وقت نرفت. اون سالهاست که کارکنای خیلی متمرکز رو ارتقا میده. مدیر فعلی از وقتی که از سال 2003 استخدام شده پلک نزده. این پیام خودش ظرف 60 ثانیه نابود میشه تا دانش آموزای باقی مونده محافظت بشن. یا هشدار آخر، وقتی داری اینو گوش میدی به پلک زدن خودت دقت کن. اگه دیدی از وقتی پیام شروع شد پلک نزدی، سر رو بذار بین زانوها و منتظر بمون تا جیغ‌ها تموم بشه. همیشه وقتی انتقال کامل میشه جیغ میزنه. خدا به کلاس 2026 کمک کنه. پایان پیام.